خب سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. اومدیم ماینکرافت 2 نفره سروایوال با دوستم معیار که اسمش 9999 یا ابوالفضل یکم بازی کردیم. ای بابا مرده شدم، مرده شه، کشته شدم. معیار بیا بریم مقدم مکان کنیم. معیار من وسیله‌ای تو نیست. یاد یک دونه قبل از ویدیو یک دونه زامبی طلا به ما حمله کرده بود، تو آب غرق شد. فکر کنم تبدیل به چی زامبی شد، زامبی دریایی. کرافتینگ تیبل چرا تو ساختی؟ بیا یه پناهگاه ساختم. ایناش بیا بریم زیر زمین. یک دونه تورچ مورد داشتیم خوب بود. من میرم. کشتی شدی. معیار کشته شد. خب الان من کلنگ میخوام بسازم. من چوب کافی دارم. من دارم ماین میکنم. چرا میزنی همه؟ معیار بیا تو پناهگاهم دیگه. معیار آفرین. مردی. منو بیار دیگه. مردی؟ آره. کجایی تو؟ معیار آفرین همینجا. معیار آره دیگه. معیار دیدمت. بیا سری. معیار در کریپر کشته شده است. معیار نوشته اسم منو میبینی دیگه. بیا چی؟ بیا تو پناهگاه. آفرین. آره بیا. نوشه اسمشو میبینم. آره البته خود اسمت. ولی اسکلتون ها دوباره معیار رو کشتن. در ضربه آخر زامبی کشت. فکر کنم اونجا پر اسکلتونه. آره دیگه. معیار زیرزمینی میخواد وارد بشود. معیار موفق نمیشود. معیار فرار کن یه پناهگاه واسه خودت بساز. من دارم اینجا ماین میکنم. اگر دیگه نمیتوانی در پناهگاه من شریک باشی، برو یک دونه خاک بکن واسه خودت. معیار در بازه. بیا ببین منو. بیفت تو چاله. بیا معیار بیفت تو چاله. اسم منو میبینی دیگه. مردی. سر کن بیا دیگه. بیا معیار. معیار زامبی به من حمله کرد. زامبی تهاجم. معیار دیدی چی کار کردی؟ ببین جای منو بدون دیگه. همون جان. زامبی چند تا اومد دنبالمون دست جمعی. ایناش تو گودالمون پر زامبی شد. پر زامبی هم که نشد. صبر میکنیم صبح میشه. وای داره صبح میشه. نه پناهگاه. چرا اینقدر باکر اومده؟ ماینکرافت چرا انقدر زامبیاش بدن؟ نه آره یکم بذار ضعیف زامبیا رو.